در روسیه مقامات اصول نوی پیگیری مهاجران غیرقانونی را روی دست گرفتند. با تشبوس دودسیتونی در شهر مسکو من بعد مقامات از روی نقطه‌های انتقال پول مکان‌های اساسی مهاجران را نظارت می‌کنند. شهر مسکو از مکان‌های اصلی بود و باش و کاری مهاجران از جمله از تاجیکستان است. عبدالله اشورов این موضوع را پیگیری کرد و قبل از برنامه من از او درباره شیوه نوی نظارت مهاجران در مسکو سوال کردم. میدانید شهلا شیوه نو نظارت نقطه های انتقال پول است و این تشبوس نه از مقامات پلیس بلکه دادستانی شهر مسکو می باشد. دادستانی شهر مسکو دنیس پاپاف در یک مصاحبه با خبرگزاری رسمی تاس گفته است که نهاد زیر رهبری او برای نظارت مهاجران از شیوه نو کار گرفت. دادستانی مسکو با کمک اداره نظارت مالیوی روسیه روسفینمانیتورینگ اکنون نقطه های انتقال پول را نظارت می کند و جایی که این نقطه ها زیادند و عملیات پول فریستی بیشتر گرد و اطراف آن را بیشتر زیر نظارت میگیرند. با این اصول دادستان گفته است آنها مکانهای اساسی بود و باش مهاجران را پیدا میکنند و البته طور مقامداران روسیه عادت کردند معمولا نام مهاجران همراه با جنایتکاری، دزدی و کاری غیرقانونی گرفته می شود. برای مثال دادستان مسکو گفته است که گویا هر هفتمین کشتار، هر سومین حادثه غارتگری و هر دومین جنایت تجاوز را مهاجران انجام میدادند. عبدالله آیا مقامات مسکو علاقه از این اصول نظارت مهاجران کار گرفتند و آیا نتیجه هایش معلوم است یا نه؟ شهلا طور دادستانی مسکو گفته است محض با همین اصول آنها مثلا معین کردند که در نزدیکی ایستگاه متروی پیچتنیکی در مسکو 25 نقطه انتقال پول فوق العاده فعال هستند. از این رو دادستان ها به تفتیش این منطقه پرداختند. به ادعای دادستان از این منطقه یک مکانی بود و باش بزرگی مهاجرانی که غیر قانونی فعالیت میکردند آشکار شده است. با گفته او نظارت آنها آشکار کرده است که در سال گذشته 2019 از مسکو به کشورهای آسیای میانه تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان 25 میلیارد روبل انتقال یافته است. اما همگی 644,000 نفر در مسکو با پتن فعالیت میکردند. از این رو دادستانی مسکو اشاره کرده است که شمار زیادی مهاجران در شهر هنوز غیر قانونی فعالیت دارند. به گفته او در شهر مسکو بیش از 4.5 میلیون نفر مهاجر است و تنها سال گذشته مقامات 10,500 مهاجران را از شهر به کشورهایشان اخراج و یا دپورتاسیون کردند. همکارم عبدالله اشورов بود. ضمناً در اکثر حالت خودی مهاجران شکایت میکنند با وجود آنکه همه اسناد بود و باششان قانونی است و پتن دارند، اما ملیسه ها صرف نظر از این پیوسته پولستانی میکنند.